حیف اگه تراکتورسازی شرایطش به گونه‌ای بود که امیدی به صعود از گروهش داشت، واقعا این بازی میتونست بیشتر از اینها جذاب باشه. یکی از بازی‌هاییه که میتونه مورد توجه علاقمندان فوتبال در سراسر جهان قرار بگیره، اما نه به خاطر حساسیت، به خاطر شرایطی که در این بازی پیش اومده. دونه‌های تگرگ شاید بزرگتر از دونه‌های پنجاه باشن، دیگه بازیکن خودش رو فرار میکنن. صحنه خیلی جالبی ایجاد میشه دیگه. داور تا حدی تحمل کرد که بازیکنان با خود داور دیگه فرار کردن. خیلی جالب بود. صحنه آهسته‌ش هم میشه دید که چه اتفاقی افتاد. بارش تا اون حد شدید شد که بازیکن خودشون بازی رو ول کردن. بازی فعلا جالب. این طرفدارا رو ببینید که چقدر عاشق تراکتورسازی هستند. واقعا کمتر طرفداری پیدا میشه که در چنین وضعیت آب و هوایی بشینه و تیمش رو تشویق کنه. یکی از خواسته های این طرفدارا در ورزشگاه یادگار امام تمدید قرارداد تونی اولیویراست که البته باشگاه تراکتورسازی پیشنهاد خودش رو داده. منتظر پیشنهاد تونی اولیویراست تا معامله آغاز بشه. عکاس رسانه‌های جمعی رو هم می‌بینید که در زیر بارش تگرگ، بارش شدید تگرگ، دست از کار خودشون بر نمی‌دارن. همچنین همکاران تصویربردارمون که این تصویرها رو زیر بارش شدید تگرگ به شما مخابره می‌کنند. این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت. بارش واقعاً شدیده. حالا علاوه بر شدت تونهای تگرگن، زیادی بزرگن، اینجا هم به شیشه میخورن. کاملا مشخصه که وضعیت خطرناکه. توپی رو مشاهده میکنید که بازیکن‌ها ولش کردن و به سمت نیمکتشون رفتند. چون این تونهای تگرگ و اون سرعتی که به بدن بازیکن‌ها میخوردن، این هم وضعیت نیمکت لخریاس که قطعاً با چنین صحنه‌ای در عمرشون مواجه نشدن. حالا این هم وضعیت همکاران تصویربردارمون که به هر حال در سرما و گرما و برف و بارون و بوران همواره آمادگی داشتن که یکی از دوربین قطع شد، تصویرها رو مخابره کنن. در این شرایط هم در حال دست از کارشون بر نداشتند. گوینده ورزشگاه یه چیزی اعلام میکنه. اگر صدای تگرگ و بارون اجازه بده، که اصلا مشخص نیست چه چیزی اعلام شد در ورزشگاه یادگار امام. معمولا سابقه داشته زمانی که الجزیره در اولین بازی آسیایی تراکتورسازی به ورزشگاه اومد، بازیکنان این تیم به جای تبیین دست به جیبشون کردن و موبایلاشون رو بیرون آوردن تا از هوادارانی که در ورزشگاه حضور دارن تصویر برداری کنن. همین کار رو میتونن بازیکنان لخیا انجام آقا بدن. آنتن تبریز رو بده تو گوشی. آنتن تبریز. آیا اندرز آنتن تبریز رو بده. مرسی. هاشون بگیم کم گفتیم دیگه الان کاملا. آره صدا تو دارم جان. دیگه مقدار کم باشه. اگر برو آقای نظمی رو بیار از اونجا. زود باش. فرشباب بیا این صندلی رو درست کن. امام و اینکه نظر
حتما باید خطوط میدان مشخص بشه، خطوط کناری و خطوط محوطه جریمه و خط ارضی میدان تا دنبال کنن و به این شکل زمین سفید پوست باشه اصولا باید توپ رنگی استفاده بشه که بعد ببینیم آیا پیش بینی شده یا خیر. مقدار بعیده با توجه به فصلی که درش حضور داریم